نمیتونم حالا من ریدم تو کلیپ بابا میزنه نیش کنه بابا نکن دیگه بابا میگم جمع کنه یه ساعت میرم میگم بابا سلام به کانال من که نه به کانال آقای حامد تمزی خیلی خوش اومدید. آقا سلام خیلی مخلصیم. قراره امروز بچه‌ها مهدی و امیر عباس قراره بیان خونه فیلم برداری کنن. این علامت حاکم بزرگ نیست، این علامت امیر عباس. امیر عباس به مثلا بهش کسی که بگه شمسی بیرون ناراحت میشه چون واقعا خب کاراکتر امیر توی کلیپ شمسیه دیگه تو بیرون نیست ولی واقعا نیست. میخوام ببینم قدرت اعصابش چقدر. آبناره خوشمزه اصلا خوبه واسش هم خوبه تعیین کننده. نه میگم سر کار میره صبح سر کار زود میره. من یه جمله بگم میگه که انظر فی عینی یعنی و وضع یدک فی یدی. یعنی چی حالا؟ یعنی در مورد انار که نیست. نه یعنی قول میدی برای سوسماس بذاری؟ بله. چشام نگاه کن و دست نگاه تو دستم تمام رو مرسی که ما رو نگاه میکنین. تا آخر نگاه کنین. اتفاق قشنگی قرار بیفته. قراره امیر رو ما اذیت کنیم. خدا بخیر کنه. من دلم با این کلیپ نیست ولی حالا خدا بخیر کنه. برداشت گوشی رو بردار از اون بر تو بر بیا آقا بریم وایس 3 2 1 شیشه نگاه کن همینا چرا اینجوری کردی؟ یه بار دیگه بریم یه بار دیگه ببخشید 3 2 ولی باید بگم که من نمیتونم اینو آره بگو تو من نمیتونم بریم داداش یه لحظه اونو تکون ندادم بریم 3 2 1 من نیستم. ایران دارن کلیپ میگیرن. ببخشید واسم بریم 3 رفتی همین؟ 3 2 1 شیشه نگاه کن همینا میبینی؟ من نمیتونم اینو انجام بدم. چرا؟ آبت داره؟ ببخشید من اصلا یه حرفی میزنم پاش یه دفعه کارت دارم ببخشید آقا من شهرم آقا اصخایی دیگه من حرفم قشنگ ببخشید من حواسم نبود. بریم یه بار دیگه آمد 3 2 1 شیشه نگاه کن همین زیری ها میبینی؟ من اینو نمیتونم این کنم. نه بابا با میزنی ایشونی ها اینا رو تازه خریدم مثل اون داستان خونه قبلیه نشه هر چیز زدی شکونید و از ست افتاد. مرتضی داداش بذار تو رو قرآن آخرین ویدیومونو بگیریم. من ریدم تو کلیپ بابا میزنه نیش کنه بابا من پشمام شهرم بچه‌ها فیلم برای شهرم ببخشید تو گوشم سالم آره 3 بریم 3 قرآن خوابم میاد بریم 2 1 شیشه نگاه بابا قطع کن تو رو قرآن دیگه حاجی بریم همینو بگیر 3 2 1 شیشه نگاه کن همینا میبینی؟ ولی من نمیتونم اینو اجرا کنم. چرا ما باید تو خودمون انجام بدیم اینو؟ نه دیگه هر چی چالش میبینی میای رو من انجام بابا بدی. باشه دهن من من سرویس نباید کردی. میگفتم اینو ای بابا بریم یه ببخش خیلی اصلا کشش رفت تو نداره. مخم. آره بریم 3 2 1 شیشه نگاه کن همینه ها میبینی؟ من نمیتونم اینو اجرا کنم. چرا میتونیم ما باید انجام بدیم اینو خود نه دیگه هر چی خواستم بپرسم شما حامله هم میشید فکر کنم وسط فیلم برداری پرسیدم شیرین نشد دیگه داداش دارم فیلم برداری سوال بود واقعا هی می‌خواستم ازت بپرسم اصلا نبیگه شیرین بازی در نیار جدی خوب دیگه حامد داداش ببر تو اتاقی که یه 2 دقیقه برید تو اتاق بذارید ما اینو یه بگیم سوال پرسیدم گفتم داش حامله هم میشی بهش برد خودم بزن سوال درد تو شوخی نداره دیگه خودم رو چند ساله باشه میگیری بریم بگیر داداش میخواست بریم تخم مرغ چیزی تو ماد نیست چرا ناراحت شدی الان
نه خوشحال شد. بابا موهاتو دیدی تو آینه؟ هرچی بشه موی تو خوشیل داره. چرا نگو دیگه؟ حداقل روسری دور سرم نمی‌بندم. با درد و مهران خودش هم میگه موهاتو نگاه کن. خودش دوست داره. داشتم این لاک راستی نزدی برای این کلیپه. ببخشید. من موجی صنعت نیستم. داره کلیپ ضبط می‌کنه این لاک خدمت شما. حالا من اگه بگم روسری دور سرت می‌بندی میگی زشته. بعد خودت میگی لاک کرد. ماشی لاک با حامله یکیه. بریم خدا مرتضی دقیقه وای میسی بگیری بذاش باز بخوام. چون حرف نمیزنی خیلی یه جور دیگه ببخشید یه اینجوری هم میگه دیگه خب دیگه فکر کنم تو من میگم بخیر. نه داداش باید پول تبلیغ بدی برات اینجوری خشخش کنه. داداش ببخشید. بعد یه خرشش کن بعد وارد کلیپ دیگه من اذیت نمی‌کنم. شیرین نشد داداش دمت گرم یعنی چی خرش؟ بریم چرا؟ داریم یه داشتم دیگه حامله شده. آقا یه برم. دارم 3 3 2 جون مهران یه خرش کن دیگه یکو نگفته بود. بذار باز چی دیگه نه. آقا ببخشید من اینو واقعا دوست دارم آخه اینجوری. حالا برات انجام. من اذیتش نکنم آقا برو ببخش برو حالا به قرآن به خاطر تو هیچی ببخش. نمیگم از معذرت. عباسی ها ببخش من دیگه بچه‌ها دیگه هیچی نمیگم تو هیچی دیگه نه آقا ببخش آقا امیر ببخش. ما استوریامون هم مونده به خدا. آقا تو رو خوشم. بریم 3 2 1 شیشه دیگر کنم قطعش کن دیگه مهران. قطع کنم نشو. آقا کار 1 ساعت عقب افتاد. الان با این بدبختم دیرش شده بذار الان بگیریم 1 ساعت دیگه. کار عقب افتاد. الان لاکش خوشه تو میخوای جواب بدی؟ لاکو بیا شانس. چه تیکه میندازی دنبال بهونه یا من هم تو رو خراب کردم یا اون داشتم رو خراب کرد. بخیر حامله رو برو دیگه تو که رفتی در اینجا. آقا عزیزه دارم. قرص میرینم بهت ها دیگه بسته دیگه آقا داریم فیلم برداری میکنیم آخه یه خرش کن جنبه دیگه. انه اون میاد یارو دیرش شده میخواد بره تو 10 بار آخه من سر کلیپ من چه تیکه نه بدونم میگم 10 داداش بار من سر کلیپ تو داشتی زد میکردی کتشر گفتم نگفتی؟ بریم همین بگی من دیگه گو بخورم حرف میشه قبل از اینکه 3 رو 1 بگی خرش نمی‌کنی؟ چرا بی‌نمکی این من واقعا همین برای خرشش خوشم میاد. بابا قابلیت‌های دیگه هم داره خرش همین داداش میگیری آقا آقا یعنی بریم 3 2 1 خب شیشه نگاه کن همینا میبینی من نمیتونم اجرا کنم. آقا یه دقیقه ببخشید تو رو امام حسین رو نگاه کن های بند دیدم میدونم من چرا میگی قوم شدی. های بند گوتش نمه سو استفاده نگاه گوتش نمه بابا ان نکن دیگه بابا میگم ما دیرش شده میخواد بره یارو بابا چرا بی جنبه ای؟ بابا جمع کنه یه ساعت دارم میگم بابا دارم میخوام فیلم معلوم کنم این بدبخت دیرش شده لکنت گرفتم من داش حالا میخوای بخندیم دیگه بابا. خنده چی آخه تو که جنبه نداری چرا ماینر میشی خب؟ جمع نمیگم من تو شوخی دارم آخه من که با تو دارم. نه نباید داشته باشم من دوست دارم داشته باشم. ندارم من با تو نداری من دارم. میخوای چیکار کنی؟ مرکز باش بریم کنار خونه هم بگیریم خب بابا فهمیدیم خونه داری. چرا خوش جنبه بازی دارن انگار ما مثلا چونی آخه شکوه 50 بار ریخت تو گوشی شکون. بسته هیچی نبینی بابا دیگه کن تو یارو جنبه نداره چرا اصلا میاد اینجا؟ داش تو منو دعوت کردی گفتی بیا خونم یارو هی میگه هیچی نگو من میخوام ویدیو باش بگیرم. از بابا. صبح من اینجا حق با اونه دیگه آقا نباید شوخی کنی دیگه بابا زد شکون چه غلطه رو سرش هم وا کرد. به بلا میرن در بیکره چی میخوای بگی مثلا بگو. فکر زبون نداره جواب تو بدم. تا یه حرفا تو دلت نگه می‌داشتی موهات سفید نمی‌شد. بگو بابا بریز بیرون راحت باش. برید داشت برید من آقا من شرمندم با بیخیال محمد چون زد زنداش داشتیم دلو مفتی زد میگه چی؟ همون گوشی بود که تازه گرفته بودی؟ آره بابا داشتیم شوخی میکردیم بابا چه شوخی 50 بار تو ما رو نمیشناسی ما همچین کاری با تو میکنیم الان میگم بابا دیرش شده خانمش 2 بار زنگ زد 2 بار جلوی خودتون زنگ زد آره ایشون در جریان بودن تو اینطوری گور گرفتن دقیقا تو ندیدی کارهای مثلا حامد یا ما رو بابا اصلا شوخی میکنیم با هم دیگه الان اینو
به جون مادر من که گردن نمیگیرم عصبانیت تو رو. من واقعا خواستم اذیتت کنم نمیدونستم میخوای خرابش کنی داستان. حالا وسیله‌اتو جمع نکن. پس بیا این لاکم بذار ببر بالا. وسیله‌تو داری جمع می‌کنی نمی‌تونی وسطش یه حامله هم بشی من ببینم. مهران خب یه وسیله‌اش داری جمع مرد حامله میشه. بابا الان دیگه باز میام اون یکی گوشیو میشکونه ولش کن آقا. شرمنده. فکر کنم من هایپووا کردم ناراحت شده داره. واقعا زد چکون ندارم خریه آقا بیا کلیپتون بزن. امین بیا داش بیا کلیپ تو بزن داداش. بیا جان من بیا کلیپ بیاین بزن. چرا زدی شکوندی خب داداش بیا کلیپ. آقا بی خیال بابا که نگاه کن چیکار کرد. آقا قصه نگو چرا میزنی؟ من دست سود بلند کردم آخه بزنم. نه وایسا نه. غلط می‌کنی مهران بابا نمیتونه زد تو گوشم. همسایه ها. چه بابا چرا میدم؟ لاشی عجب. چی تو خودت دیدی زدی زیر گوشم؟ آقا ما مقصر بودیم. نداش بریم کنه. با زد زیر گوشم دیگه. همین گوشه بریم. غلط کردی زد زیر گوشم. باش خواهش نکن. مهران جان داده. شوخی نه انگار من شوخی دارم. یعنی یه دونه بهت بزنم به قرآن یه جوری به شخصی حامله بشی این دفعه جدی. آقا ما از داشمیر عزیز عذرخواهی میکنیم من مرتضی بوست میکنم اونجا رو بده بغلی و اینکه ناراحت نشه گوشی هم زد ترکون عصبانی بود من احساس میکنم و اصلا بهش نمیخوره آدم عصبی باشه اصلا ولی کثیف‌ترین کار رو ما کردیم. چرا؟ چون با هنر یک هنرمند شوخی کرد. منم در جریان بودم. مسخره کردی دوباره نه به عذرخواهی کنیم به خدا عذرخواهی میکنم. این لاک نه خیرم داره ایسکات بیا ولی بریم الان گفت قول میدم هممون نفری حالا این تومن بذاریم یه گوشی واسه نیاز نیست. آقا ما رو بخشیدید داشت همین راشتی تو رو قرآن لایک رو نشون بده. اوکی. لایک امیر لایک هم نشون نده ما پخش امیر شوشویی در جریان بوده امیران. شوشویی رو چیز آشکار. کرده بودن از راه به دست. یه دونه اونو آقا ببین حمید خیلی با جنبه است همش هم فقط یکم امروز خسته بود از صبح داشتم فیلم برداری می‌کردم تو چشاش میخونه که میخواد تلافی کنه. چرا قیافت ولی آره قشنگ چشاش برق بودن مثل اون تام و جری بود سبز میشد چشاش اصلا اون دیویی رو میبینم میخور میره آره داشتم خلافه مرسی که ما رو نگاه کردید